به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر به همه شما عزیزان. خیلی خوش اومدیم به ویدیو بررسی شو اسمکداون به تاریخ 14 نوامبر 2024 و شو را به تاریخ 18 نوامبر 2024. قبلش رو ویدیو ممنونم لایک رو بزنید، سابسکرایب فراموش نشه و زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیو رو میذاریم یوتیوب بهتون خبر بده. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. ابتدا با شو اسمکداون به تاریخ 14 نوامبر 2024 شروع میکنیم. این شو با کودی رودز آغاز میشه. کودی میگه خب کوین، من میخوام انتقام رندی رو ازت بگیرم، پس اگه چیزشو داری به رینگ بیا. که نیک آلدیس به رینگ میاد و نیک میگه کسی بدون اجازه من نمیتونه به اینجا بیاد. اینجوری از خط قرمز کوین از خط قرمز رد شده. من به اجازه حضور در رینگ نمیدم. قطعا همسر کمربند مسابقه دریافت نمیکنه، پس از کوین بکش بیرون. کودی میگه صحبتایی که من با رندی داشتم گفت تو خودت رو کنار بکش تا من مشکل رو حل بکنم. رندی همینقدر برای من ارزش قائل بود و من هرچی در توان داشته باشم براش میذارن، چون اون به خاطر من اینطوری شد. کودی به نیک آلدیس میگه من کشتیگیرها داخل رینگ مشکلشون رو حل میکنن. از من چی میخوای بدید بگیرم برم دم خونشون توی حیاط خونشون کتکش بزنم؟ قطعا تو از قهرمانت همچین توقعی نداری، پس این وظیفه توی که فضا رو آماده بکنی تا من بتونم کوین رو ببینم. توی بک استیج اعضای بلادلاین آرجینال رو میبینیم که دارن هنوز دنبال عضو پنجم وار گیمز میگردن که سمی میگه من یه نفر دیگر رو سراغ دارم، بذار برم بهش بگم. ارزش ریسک کردن رو داره. مسابقه بین بیلی، کندیس لری، بی فاب سر تورنمنت یونایتد استیتس هم برگزار میشه. ابتدا بی فاب پاور استند رو به کندیس میزنه، بعد سوپر کیکرش رو میزنه و بعد هم دابل کلوزلاین به هر دو تا کشتیگیر که خونه بیلی به جوش میاد و سری البو دراب میزنه. کاور یک دو، اما نه، کندیس کاور رو به هم میزنه و درگیری کوتاه شکل میگیره. دابل کلوزلاین از کندیس شکل میگیره. بعد اونجا سنتان کد بریکر انجام میشه. کاور، اما نه، بیلی کاور رو به هم میزنه و اینجا 30 ثانیه خوشگل سوپلکس پاور بام کراس بادی رو شاهد میشیم. کاور، اما نویفم کاور رو به هم میذاره و سری بیلی خودش رو انجام میده. مسابقه ادامه پیدا میکنه. اونجا میره برای مونسورد، اما بیفاب جا خالی میده و سری یوروناگی فینیشر میزنه، اما بیلی سری رولش میکنه. یک دوز تموم. برنده مسابقه بیلی معرفی میشه به راند بعدی تورنمنت راه پیدا میکنه. توی بک استیج سمی زین رو میبینیم که داره با الی نایت صحبت میکنه. ظاهرا نایت هم نمیپذیره که عضو پنجم تیمشون بشه. متاسفانه الی نایت برینگ میاد و به سمی زین میگه من بابا خودم قاطی کردم. سمی به من میگه که توی سروایور سریز حاضر باشم و توی گروه بلادلاین شرکت کنم. من اصلا برام مهم نیست جنگشون چی میشه. راستشو بخواد اصلا من از خودم اینا به جونم بیفتن و همدیگه رو سرویس کنن. نه، یه من پلن‌های مهمتری دارم. اینجا من قهرمان آمریکا هستم و حالا هم میخوام اوپن چالش بزنم تا ببینم کی میتونه مقابل من بیسته. که موسیقی سانتوس اسکوبار رو میزنن و لگاتو دل فانتازما وارد میشن و خلاصه که چالش رو هومبرتو میپذیره. ابتدا هومبرتو سر سوپر دراپ کیک رو انجام میده، بعد اما دیدیتی رو دریافت میکنه. مسابقه ادامه پیدا میکنه. اینجا مینی دراپ کیک رو از هومبرتو شاهد میشیم و اینجا یک کیک رو از الی نایت میبینیم. بعد اینجا میره و سری مگا استار البو خودش رو انجام میده. بعد هم بی اف تی و کاور. یک دو سه تموم. برنده مسابقه الی نایت میشه که بعد مسابقه شینسکه ناکامورا به رینگ مسابقات کشتی کشور میاد و کینشاسای خودش رو به الی نایت میدن و بعد هم بدون هیچ حرفی میذاره. توی بک استیج شاهد این هستیم که اعضای اورجینال بلادلاین جمع شدن و با استرس به اتاق اوتیس و رومن رینز میدن. اونا هنوز نفر پنجم رو پیدا نکردن. رومن وارد اتاق میشه و سمی بهش میگه ببین ما کل راه اسمکداون رو زیر رو کردیم، همشون از بلادلاین زخم خوردن، هیچ کس حاضر نیست با ما تیم بشه، ما نفر پنجم نداریم. جی میگه ببین اوضاع خیلی سخته، باید بهش زنگ بزنیم. رومن میره توی فکر و بعد هم میبینیم که چه اتفاقی.
سولو سیکوا بلادلاین فیک وارد میشن که رومن رینز هم شاید این صحنه میشه و اونم وارد میشه و سولو از ملت میخوان که تصدیقش کنن که بعد از سالها ماها بالاخره اورجینال بلادلاین کامل در کنار یکدیگر وارد یه خرطوخر بسیار بزرگ شکل میگیره. ابتدا همه همدیگر رو میزنن خودی ناخودی. اینجا جای روی بلادلاین فیک یه پرش خوشگل رو انجام میده. بعد اینجا یعقوب میاد که یه سوپرکیک رو به جیمی اوسو وارد میکنه. مسابقه چی داشت میره اینجا میره سولو سیکوا برای سوپر که رومن رینز بهش اسپیر میزنه و اینجوری این فایت ادامه بدن کنه. سمی هم جرگی میشه و سر یه فلای خوشگل رو انجام میده. اینکه برانسون رید بدون هیچ دلیلی برانسون رید اینجا حاضر میشه. اینو توی ویدیو فردا در موردش حرف میزنم. اینجا یعقوب انشو میماله به رومن، بعدم یه سوپرکیک از یعقوب به جیمی شکل میگیره. اونجا سونامی به جای اوسو، سونامی به جیمی اوسو زده میشه. تا بعد وقت داره که اینجا رومن رینز میاد یه سوپرمن پانچ رو به تاما تانگا میزنه، یه سوپرمن پانچ رو به یعقوب میزنه، یه سوپرمن پانچ رو به برانسون رید میزنه که بالاخره سولو میاد رو بهش ساموی از تکیخش رو وارد میکنه سر این مون سال و بعدم سونامی به رومن رینز زده میشه که بالاخره سکیوریتی وارد میشن. و اینجا رو میبینیم که به رومن میگه لطفاً بهش زنگ بزن. منظورش کیه؟ که این یه ویدیو داخل ماشین فرستاده و میگه من اومدم استادیوم ولی نذاشتم بیام داخل. چرا؟ چون هفته پیش رندی رو زدم. من فقط وظیفه‌ام رو انجام دادم و من کشتیگیرم، کارم اینه. ولی هفته آینده با نیکالیس صحبت کردم و آلیس بهم گفت که نه اسمگان من حاضر میشم و وظیفه‌ام رو در قبال کودی هم اجرا میکنم. مسابقه بین استریت پروفیت و مودر سیتی ماشین گانز شکل میگیره که مانتسفورد میره تا یه پرش رو انجام بده، اما توماسو چامپا توی کارش دخالت انجام میکنه و مچ رو با دیسکوالیفیکیشن به پایان میرسه و به هر دو گروه حمله میکنه که اینجا جانی گارگانو میاد و اینجوری میاد که بینشون فاصله نندازه. خلاصه که اینجا بوم چامپا خولش میده و تایتل های تیم مین ایونتش رو آغاز میشه. مسابقه بین نامی در مقابل نایا جکس به همراه تیفانی سر کمربند زنان WWE. توی مسابقه ابتدا نایا جکس سری میره برای فینیشرش، اما این اجازه رو نامی بهش نمیده و سری بیرون از رینگ روش کراس بادی انجام میده که بکستیج نشوندن که لیو مورگان و راکل رادریگز به جای کاردی رو بیانکا بلر حمله کردن و این باعث حواس پرت میشه که تیفانی نامی رو به ریگ برمیگردن و سری لگ دراپ خودش رو نایا جکس انجام میده، اما میره برای حرکت سوانتانی، اما خولی شد نامی حرکت زیبا بعدا میکنه. کاور 1 2 اما نه، نایا جکس کیک اوت میکنه که سرکار بیلی پیدا میشه و به تیفانی حمله میکنه. سری نامی رول میکنه اما نایا جکس کیک اوت میکنه. سری راش لیگ سویپ مونسال رو انجام میده. کاور 1 2 اما نه، نایا جکس مجدد کیک اوت میکنه که سرکار کندیسلر پیدا میشه و به بیلی حمله میکنه که نایا جکس هم سری ساموی انجام به خودش رو روی تاپ رو به نامی میزنه. بعد هم با پیوند کوبالانزی قنبال به سینه کاور رو انجام میده. 1 2 3 تموم. برنده مسابقه نایا جکس معرفی میشه. بعد این به بکستیج میبینیم که رومن میگه زنگ بزن به عقب هاوسه که میگه تلفن در دستش نمیباشد و به این شکل شو اسمکداون تموم میشه. میریم سراغ شو را به تاریخ 18 نوامبر 2024. این شو با پیشنمایشی از وار گیمز و بازگشت ریا ریپلی به رینگ و البته رفتنش به گروه فیس ها میشیم که اینجا پای پیشنمایش از مثلا وار گیمز بود. مسابقه اولش رو به این مسابقه میکس تگ تیم زلینا وگا یعنی LW و امریکن مید آغاز میشه که یه صحنه زیبا مثل اسمکداون خلق میشه. ری میستریو به زلینا وگا کمک میکنه تا به جت گیبل فراینشتاینر بزنه، بعد سری با مونسالت 619 و در نهایت با فراگ سپلش کار چت گیبل رو تموم میکنن و برنده مسابقه LW معرفی میشه. گونتر و کایزر رو نشون میدن که گونتر میگه توی چشمای من نگاه کن، آیا من هنوز جنرال توی رینگ نیستم؟
کایزر میگه نه درسته، تو هنوز همون جنرالی، هنوز هیچ تغییری نکردی. گونتر میگه نمیخوام زیاد توی کارم دخالت کنی، یه بسته، برو واسه خودت یه اسم رسمی پیدا کن و این رو هم بدون من همیشه جنرال تو هم. که گونتر میره که دیمین پریست رو میبینه و میره که بزنتش، اما کتک خور میشه و دیمین بهش میگه ببین داداش، شاید تو توی رینگ جنرال باشی اما توی دعوای خیابونی حریف من نمیشی. مسابقه ای بین شیمس و بران بریکر در نظر میان که توی این مچ شاهد مسابقه خیلی خوب با یه روند کلاسیک و زیبا و حرکات زیبایی میشیم که انتظار برد واقعا شیمس توی یه شوی ضبط شده رو نداشتیم که همین اتفاق میفته و کایزر با حمله به بران بریکر مچ رو با دیسکوالیفیکیشن تموم میکنه و به شیمس هم حمله میکنه. اما خلاصه واقعا شاید مچ خوبی شد. بلادلاین توی بک استیج میره سراغ ست. جی میگه ما هممون با رومن مشکل داریم ولی باید سولو تیمش رو یه بار برای همیشه شکست بدیم. سمی میگه گوش بده ست، تو قبلا هم مشکلاتی با یه افراد داشتی، مثلا خود کدی تو باش 2 سال میجنگیدی، همدیگه رو خونی کردید ولی توی وار گیمز پارسال کنارش جنگیدی و آشتی کردید، چرا این کار رو با رومن نمی‌کنی؟ ست میگه بچه‌ها گوش کنید، من حاضرم برای سمی و جیمی و جی بجنگم ولی حاضر نیستم حتی یک لحظه کنار رومن رینز قرار بگیرم. مشکل من و رومن ریشه و با اینکه دلم میخواد برانسون رید رو توی قفس وار گیمز نابود کنم ولی حاضر نیستم با رومن رینز تیم بشم. مسابقه بین جاجمنت دی در مقابل وار ریدرز شکل میگیره که وار ریدر با اجرای حرکتشون و فینیششون روی کارلیتو کار رو به اتمام میرسونن که بعد ما جیدی مکدونالد و فین بلر بهشون حمله میکنن و از پشت اونا رو میزنن. مین ایونت شو آغاز میشه. مسابقه بین بیگ برانسون رید در مقابل ست فریکن رولینز که به محض زدن زنگ مسابقه سرکله بلادلاین پیدا میشه که اورجینال بلادلاین هم وارد میشن و به خدمت گروه بلادلاین فیک میرسن و اونا رو از رینگ با کمک هم دیگه دور میکنن که بالاخره از سویساید دایو ست رالینز و اینجا پرس برانسون رید مسابقه آغاز میشه و اینجا با باسن روی سینه ست فرود میاد و ست یه رانینگ رو اجرا میکنه، بعد پاور بامب رو از برانسوش و پاور بامب رو از ست رالینز شاهد میشیم و به ترتیب مون سالت و میره برای و فراگز فلش هم میزنه. مسابقه ادامه پیدا میکنه. اینجا دفاع درایور رو انجام میده که میره برای چندان، اما نه، جا خالی رو اصلا رالینز شاهد میشه مصادی پدگری میزنه هولی مولی که بعد میره برای استامپ به برانسون رید زده میشه و میره برای سوپر استامپ که سر و کله سولو سیکو پیدا میشه که نه دیگه دیر شده و با یه دفاعی درایور و سونامی ست از برانسون رید به طور رسمی شکست می‌خوره. برنده مسابقه برانسون رید معرفی میشه و به این شکل چرا به پایان. مرسی که این ویدیو رو دیدید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت، سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی خدا یار و نگهدار.